امپرسیونیسم توی فرانسه حرکتی در نقاشی آغاز میشه که مبتنی بر نور که به عنوان مادر رنگ هاست شکل. نام این جنبش از یک نقاشی به نام دریافت از طلوع آفتاب که اثر کلود مونه بوده گرفته میشه. این شیوه نقاشی مبتنی بوده بر نشان دادن دریافت و برداشت مستقیم هنرمند از نور زودگذر با به کار بردن رنگ‌های تجزیه شده برای نمایش لرزش‌های نور خورشید. در این روش اصول طراحی دقیق، سایه روشن، پرسپکتیو و ترکیب بندی متعادل رعایت نمی‌شده. یعنی در این سبک نقاشان از ضربات شکسته و کوتاه قلمو آغشته به رنگ‌های خالص و نامخلوط به جای ترکیب رنگ‌ها استفاده از رنگ‌های خالص و شفاف با ضرب قلم‌های مستقل و تا حدی سریع از ویژگی‌های بارز آثار نقاشی امپرسیونیست